بسم الله الرحمن الرحیم الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. الله متعال میگه الذين، کسانی که آمنو ایمان حقیقی دارن، یقین واقعی به الله دارن، به کتاب الله دارن، به پیغمبر الله دارن، و عملوا الصالحات و اعمال صالحه میکنن. الله متعال میگه طوبى لهم، خوشحالی برایشان باد. اینه خوشحال باشین شما مؤمنان. و حسن مآب، و بسیار جایگاه خوبی را اختیار کردین. کذالک ارسلناک، این چنین ای رسول الله صلی الله علیه و سلم تو را فرستادیم، فی امت، در یک امتی که قد خلت من قبلها امم، که قبلا گذشته بود از اینا امتهای دیگه، لتتلو علیهم، تا که تلاوت کنیم بالایشان، الذی، آنچه را که اوحینا وحی کردیم، الیک، به سوی تو، و هم یکفرون بالرحمن، و این مردمای جاهلیت قریش کافر میشن به رحمان، نام الرحمن قبول نداشتن و میگفتن رحمان الیمامه کس، مسلمه کذاب میگفتن، اون میگفت من رحمان الیمامه هستم. الله متعال گفت که نه، الرحمن علم القرآن. الرحمن ای خو الله هست، یکی نامهای الله هست. از این خاطر این نام به تنهایی بالای مخلوق گذاشته نمیتونی. رحیم بر مخلوق استعمال شده، اما الله و الرحمن بر مخلوق استعمال شده نمیتونه. قل برشان بگو که هو امی الرحمن که است، ربی، رب ما هست، پروردگار ما هست، خالق ما هست، شفا دهنده ما هست، خلق کننده ما هست، روزی دهنده ما هست. لا اله، نیست هیچ کس مستحقی که ذاتش عبادت شود و شریعتش تطبیق شود الا مگر هو امی الله که الرحمن است. علیه توکلت، ما بر او توکل میکنم. یکی از عبادات های قلبی چی است؟ توکل است، که انسان توکل میکنه. علیه توکلت، ما بر الله توکل میکنم، و الیه متاب، و به سوی الله رجوع من است. ابن عباس رضی الله عنهما میگه مشرکان آمدن پیش رسول الله صلی الله علیه و آله، گفتن که همین پیغمبر کس، ما شنیده بودیم که عیسی علیه السلام مرده را زنده میکرد. بعض مثلا چرا این پیغمبر میتونه که کوه ها را تغییر بده، کوه ها حرکت بکنه، میتونه که مثلا چی شون، مثلا رنگ و رنگ تقاضاها میکردن. الله متعال گفت که اگر یک نفر که ایمان داشته باشه که می آیات قرآن را بخوانی، مثل باران رحمت در قلب از این تاثیر میکنه. آدمی که بیدین باشه که میگه ولو که کوه ها را روان کنی، مردار هم زنده کنی، با عیسی علیه السلام کجا مسلمان شدن؟ همون کسایی میدن که عیسی علیه السلام برشان معجزه را آورد. موسی علیه السلام یک معجزای زیاد داشت که برشان هر روز معجزه آمده میرفتن، ولی فرعون و پیروان فرعون و بسیاری از بنی اسرائیل از همون بت پرستی و از همون کفر خود ناموندن. امیر الله متعال میگه که فرق از بین انسان مؤمن که قرآن میخونه عاجل سرش تاثیر میکنه، کسی دیگه است که برش قرآن چی که اگر تمام صحاح سترم برش ختم کنی هیچ سرش تاثیر نمیکنه. الله متعال میگه ولو ان قرآن، و اگر امی قرآن عظیم شان اتو کتابی می بود که این خوانده میشد، سیرت به الجبال، و با سیر میکردن، حرکت میکردن به ذریعه امی قرآن الجبال و کوها، او قطعت به الارض، یا که قرآن تلاوت میشد با قطع میشد زمین، او کلم به الموت، یا که قرآن میخواندی حتی مرده ها سر گپ میمدن. با وجود از این مردم باز هدایت نمیشدن و قبول نمیکردن. چرا؟ یک کسی که یک دفعه گمراه شد دیگه باز او اصلاح را قبول نمیکنه. بلکه لله، خاص برای الله هست، الامر، تمامی امور و احکام و حکومت جمیعا کلش مربوط الله میشه. اگر الله هر چی بخواد میگه. افلم ییأس الذین آمنوا، آیا تسلی نشدن الذین، کسانی که آمنوا ایمان آوردن، لو یشاء الله، که اگر میخواست الله لهدی الناس جمیعا، حتما هدایت میکرد تمامی مردم را. یعنی آیا مسلمان ها در این مایوس میشن، قناعتشان حاصل نمیشن؟ اگر الله میخواست، اگر الله میخواست کل مردم به زور مسلمان میتونست کرد، کلگی، مثل که نمی آفتاب تسلیم الله هست، مهتاب، کوها، زمین، کهکشان ها، کلش یک سر سوزن از امر الله خودش شور دادن نمیتونن. انسان ها هم الله میتونست که به زور کلش مسلمان بسازه. یک نفر که از این قبر بکشن، ترکی بخیزه که تو سال کنه بگه او مردم او پیروای من رفتم این تو زدن ها خوردم، این تو مورا آمد، این تو گشتما آمد، این تو تکه هستم، کلش مسلمان میشه. لیکن الله متعال میگه نه، ما به زور آنها را برشان اختیار دادیم. در تقدیر از اینا چی رفته؟ اختیار رفته. حالا میگه افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء الله لهدی، اگر میخواست الله متعال لهدی الناس، هدایت میکرد الناس، مردم را جمیعا تمامی. ولا یزال الذین کفروا، ولا یزال، همیشه هستن. چرا همیشه میگیم؟ لا هم نافیه هست، یزالو هم نفیه هست.
نفی و نفی معنای چی رو میته؟ اثبات میته. شما در ریاضی خوانده نه؟ منفی و منفی چی میشه؟ مثبت میشه. این مگه ریاضی در قرآن نیست؟ این اصل نیست؟ کس نمیخوانه. این ولا یزال از این خاطر ما اینو چی ترجمه میکنیم؟ اردوش منفی است، مثبت ترجمه میکنیم، میگیم و همیشه انجام میدهند الذین، کسانی که کفر کافر شدن، تصیبهم، یعنی همیشه برای کسانی که کافر شد، تصیبهم بما صنعوا، که میرسد برشان آن چیزی که اونا کردن، یعنی جزای اعمالشان. تصیبهم بما صنعوا قارعه، یعنی قارعه فاعلش است. چی معنی؟ یعنی همیشه برای کسایی کافر هستن تصیبهم قارعه، میرسه بر از اینا مصیبت بسیار سخت بما صنعوا، به سبب که اینا چیزی که یا انجام دادن، یعنی به سبب اعمالشان برشان این مصیبت ها میرسه. او تحل قریبا، یا فرود میآید قریبا بسیار نزدیک، من دارهم، از امو منزلشان، حتی یأتی وعد الله، تا زمانی که امو وعد الله که قیامت است که باز او بیاید. ان الله لا یخلف المیعاد، الله متعال میگه خلاف نمیکنه هیچ وقت وعده را. یعنی می کسایی که اعمال زشت میکنن هر روز برشان مصیبت میه، لکن الله متعال از اینا تا عقل گرفته که هیچ سر خود نمیگیرن. آیا از این مصیبت خطرناک است؟ دخترایش میگروزه، بچه‌ایش بی تربیه هست، خانمش مثلا کاتش تمام روز جنگ و چنگوی است. شما در خانه یک فامیلی برین که مثلا زن دیندار داره، فرق از بین از اون زن دینداره که الله برش نصیب کرده، حضرت علی رضی الله عنه میگه حسن دنیا کس زوجت الصالحه هست. نه یک نفر از زن دیندار داره، برای شوهر خود میگه ولو که میگه هیچ خانم نداشته باشی، هیچ پیسام نداشته باشی، در بغل کوم یا اتاق کرا بگیری، مکت گزاره میکنه. اما در مقابل از دیگر رو ببینی که تمام روز برادر صاحب تکه میخره، رشوت گرفته و موترات سوارش میکنه، دیگر که می باز میزنش برش میگه که از دست تو هیچ زندگی خوش ندارم، چیزی گرفتی از تو که اون فلانی خوب است. همه ببینید بسیاری کسایی که بیدین هستن، دخترایشان صاحب تمام روز زنایشان در طلاق است. اون روز من قاضی محکمه فامیل رو دیدم، گفتم قاضی صاحب چی گپ است؟ گفت والا در فامیلی هستم، پانتون شاگرد ما بود، قاضی است. گفت که باور بکن، گفت اینقدر معیار طلاق زیاد شده، او زن خود طلاق میده به خاطر که خارج میره، باز خارج میگه که تو که زندار هستی ما تو رو قبول نمیکنیم، باز زنای خود طلاق میدن، دخترها رو ببینی و جنجال است، مشکلات فلانی است، به است. کلش علت چی است؟ بی ایمانی است. از دختر خود خیر نمیبینه، از بچه خود خیر نمیبینه، از خانم خود خیر نمیبینه، از مال خود خیر نمیبینه، از هیچ چیز خیر نمیبینه. این الله متعال میگه، لکن هیچ حساب نمیکنم. خب ولقد استهزئ برسل من قبلک، آل بر رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میته؟ تسلیت میته. ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای دعوتگر مسلمان، اگر یک کسی سر تو مسخره‌ای کرد، گپ بی جای زد، گپ بی ارزش زد، تو را جگرخون ساخت، جگرخون نشو. چرا؟ ای رسول الله صلی الله علیه و سلم، ای دعوتگر مسلمانه که تو قرآن میخوانی، تنها تو خو نیستی، تو مقایسه که خود با دیگه پیغمبرا ببین سر از اونها چی حالت شده. ولقد استهزئ، میگه بسیار استهزاء شد به رسول و پیغمبرای من قبل که قبل از تو، فاملیت للذین کفروا، پس من مهلت دادم. الله متعال میگه این تقدیر رفته که ما مهلت میتیم برای کی؟ برای کافران. ثم اخذتم، بازم کافرها رو ببین که چه قسم گرفته میشن. چند روز برای فرعون وقت دادیم، دیگر روز باز فرعون تو غرق کرد که جسدش تا امیال بر مردم عبرت است. هر کسی که ببینی الله متعال کل از یک چند روز وقت دادم. ثم باز الله متعال میگه مهلت خدا دادم، بازم تو مؤاخذه شام کردم، اما تو گرفتمش. فکیف کان عقاب، پس چه قسم بود عقاب سرزنشش. افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، آیا کسی که او نگران است بالای هر نفس بما کسبت، با آن چیزی که انجام داده، و جعلوا لله شرکا، و کسانی که گردانیدن بر الله شریکان، قل سموهم، بگو برشان که شما نام بگیرین، ام تنبئونه بما لا یعلم، یا ای که شما خبر میدین به آنچه که لا یعلم فی الارض، که نمیداند فی الارض در زمین، ام بظاهر من القول، یا به ظاهر قول، بل زین للذین کفروا، بلکه زینت داده شده برای کسانی کافر شدن، مکرهم، امود دسایس و فریبشان، بازی وقتی که دسیسه میکنن، فریبکاری میکنن، و صد عن سبیل، دیگه صفت زشت از اینا چی است که مانع میشن از راه حق. و ما یضلل الله، و هر کسی را که الله گمراه بسازه، فما له من هاد، نیز بر از او هدایت کننده. چرا که رسول الله صلی الله علیه و آله بسیاری وقتا وقتی که مردم هدایت نمیشدن بسیار جگرخون میشد که دعوت میکنیم این مردم کاش که یا هدایت شدن. الله متعال گفت که ای رسول الله صلی الله علیه و آله، وظیفه تو تبلیغ است، هدایت کار ما هست. کسی که باز ما هدایت ندیم، قلب مردار داشته باشه، مستحق هدایت نباشه، که تو 1000 مرتبه امور دعوت بکنی اصلاح نمیشه. لهم عذاب فی الحیات الدنیا، و بر از اینا عذاب در زندگی دنیا، ولا عذاب الاخرت، و عذاب آخرت اشق، بسیار سختتر است.
و ما لهم من الله من واق، و نیست بر از اینا من الله از الله من واق کدام کسی که باز اینا رو وقایه بکنه. هیچ وقایه کننده و نگهدارنده بر از اینا از عذاب الله نیست. مثل الجنة التي، مثال جنتی که وعد المتقون که وعده داشته شده برای متقیان، تجری من تحت الانهار جاری می باشد از زیر آن جویبارها، اکلها دائم، میوه های از اینا دائمی هست، و ظلها و سایه های آن. تلک عقبى الذین اتقوا، این عاقبت یا انجام کسانی است که تقوا اختیار نمودند. و عقبى الکافرین، و عاقبت کسانی که کافر شدند النار و آتش است. والذین، و کسانی که آتیناهم الکتاب دادیم برایشان کتاب را، یفرحون یعنی اهل کتاب، مثل عبدالله ابن سلام، مثل سلمان فارسی، اینا کسایی بودن که علمای اهل کتاب بودن یا چی شدن. والذین، و کسانی که مثل عبدالله ابن سلام بود یا سلمان فارسی بود یا دیگه علمای اهل کتابی که یا وقتی برشان کتاب داد آتیناهم داده بودیم برشان الکتاب، کتاب را قبلا، یفرحون خوشحال می باشند بما انزل الیک، با آنچه که بالای تو نازل شده. اینال علمای حقیقی، ببینن فرق بین عالم حقیقی و عالم بیدین چی هست. عالم حقیقی که علمای یهود بودن، علمای نصارا بودن، عبدالله ابن سلام عالم یهود بود، سلمان فارسی عالم نصرانی بود. اینا وقتی که امثال از اینا زیاد دیگه کسایی بودن، اینا وقتی که حق قرآن نازل شد اینا تکبر و تعصب نکردن، الله میگه بسیار خوشحال شدن. اما او یهود و نصارایی که متعصب و متکبر بودن از آمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و از قرآن چی شدن؟ خفه شدن. عالمای حقانی که تقوا دارن و دینداری دارن، در یک جایی که درس ترجمه باشه، درس قرآن باشه، میگه والا کاش که می درس می ترجمه رو در مسجد خودم شروع کنم، کاش چقدر خوب است، والا الحمدلله که یک 40-50 نفر 60 نفر جوانان اینجا ترجمه قرآن میخونن. امیر میگه. اما که علمایی که باز بیدین هستن باز دیگه میگه چرا ترجمه است، دیگه نرین در این درس، اشتراک نکنین، شما را گمراه میسازن. اینه یا مثل اونم علمای یهود واره هستن. این الله متعال سعی کنین از آیات قرآن باید درس بگیریم. والذین، و انسان هایی که آتیناهم دادیم برشان الکتاب، قبلا کتاب برشان دادیم یعنی تورات دادیم، انجیل دادیم، یفرحون بسیار فرح، یعنی چی رو میگن در زبان عربی؟ میگه فرحت بشیء، فرحوا به انزال رسول الله صلی الله علیه و آله، میگه یفرحون بسیار خوشحال میشن، شاد میشن، خوشی میکنن بما با آنچه که انزل الیک، به نزول قرآن عظیمشان، آنچه که بالای تو نازل شده. و من الاحزاب، و بعضی از امی احزاب، از امی یهود نصارا و دیگه کسایی که بیدین هستن، گمراه هستن، متعصب هستن، متکبر هستن، من ینکر بعضه، آنها کسایی هستن که انکار میکنن از بعض از قرآن، بگن نه قرآن که هست، احکام قرآن ما قبول نداریم، این کلام الله نیست، تو نیست. قل انما امرت، بگو برشان ای مردم، ای اهل کتاب، ای کسانی که شما خدا دیندار میگینین، برشان بگو که انما یقینا که امرت، ما امر کرده شدیم، انا اعبد الله، که ما عبادت بکنیم الله را، ولا اشرک به، و به الله هیچ کسی را شریک نسازم، الیه ادعو، و فقط به طرف از او مردم دعوت میکنم، دعوت ما دعوت توحیدی هست، و الیه ما، و بازگشت ما هم به سوی الله است. و کذالک، این قسم الله متعال میگه این چنین انزلناه، نازل کردیم قرآن عظیم شان را، حکما عربیا، یک حکمی که به زبان عربی، زبان شیرین، زبان فصیح، زبان واضح. ولا ان اتبعت اهواءهم، و اگر تو مطابقت بکنی رسول الله صلی الله علیه و آله از خواهشات از اینا، بعد ما جاءک من العلم، بعد از اینکه بر تو از علم آمده، یعنی قرآن علم است، سنت علم است، رسول الله صلی الله علیه و آله بعد از نزول قرآن و سنت بزرگترین عالم جهان شد. بعد از اینکه بر تو علم آمد، مالک من الله، نیز باز بر تو از جانب الله من ولی ولا واقع، هیچ دوست و هیچ نگهدارنده. این در حقیقت خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله است. رسول الله صلی الله علیه و آله پیغمبر معصوم بود، خطاب بر ما و شما هست که بعد از اینکه ما و شما قرآن و سنت یاد گرفتیم، اگر باز از دین الله دور خودم میسازیم، دیگه باز نه ولی می داشته باشیم و نه هم وقایه کننده. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک وجعلنا لهم ازواجا و ذریه. در این آیت شریف علما میگن که شأن نزول از این است که یهودی آمدن اعتراض کردن که این رسول الله صلی الله علیه و سلم چرا ازدواج کرده، چرا اولاد داره، پیغمبر خب باید قرار ترک دنیا کنه، ملنگ باشه. این ملنگ، الله برشان گفت این ملنگ و ملنگیگری در اسلام نیست. پیغمبر باید خانواده داشته باشه، فامیل داشته باشه، زندگی داشته باشه.
پیغمبرای شما دروغ میگن که اونها ازدواج نکرده بودن. کل پیغمبرا کلشان مثلا پیغمبرا سعی کنن صاحب خانواده و فامیل هستن. ولقد ارسلنا واقعا که ما فرستادیم رسولان پیغمبران من قبل که پیش از تو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم و جعلنا لهم و گردانیدیم برشان ازواجا، اونها کلشان همسرا داشتن و ذریتا و فرزندا داشتن. و ما کان لرسول و شایسته نیست بر یک پیغمبر ایاتی بآیه که بیا یک آیت یا یک حکم بیان بکنه الا باذن الله، مگر به امر الله. امر الله ازدواج است، ترک دنیا، ملنگری یا حکم الله نیست. این کسایی که روز ملنگ و شب پلنگ هستن، این کسایی که مثلا در کلیساها چی میکنن، مثلا ترک دنیا میکنن یا هیچ مطابق منهج و زندگی پیغمبرها زندگی نکردن. کل پیغمبرها چی میکردن؟ ازدواج کردن، اولاد داشتن، فامیل داشتن، خانواده داشتن، در جامعه زندگی میکردن. پیروای پیغمبرها هم باید چی کنن؟ ترک دنیا و ما ازدواج نمیکنم، متنام نمیکنم، یا کلش غلط است. و ما کان للرسول شایسته نیست بر یک پیغمبر ایاتی بیایت که بیاره کدام آیتی را یا کدام حکمی را الا مگر باذن الله، به امر الله. لکل اجل کتاب، بر هر چیز کتاب نوشته شده هست. الله حکم کرده که تو پیغمبر ازدواج بکن. یمحو الله ما یشاء، محو میکند الله آنچه را خواسته باشه و یثبت و ثابت میمونه هر چیزی که خواسته باشه. و عنده ام الکتاب، با نزد الله اصل کتاب پیش الله هست، لوح محفوظ، همه چیز در اونجا هست. الله چیزی را که باز بخواد که محو کنه، چیزی را که بخواد اثبات بکنه، او کار الله هست. ما به غیب الله مداخله نمیکنیم. الله برای ما چی نوشته کرده؟ برای ما چشم نوشته کرده؟ همین قضا و قدر دو قسم است. خود قضا و قدر بعضی کسا اشتباه میکنن. یکی این است که مثلا در تقدیر ما چیزایی است که ما در علم داریم، یکی چیزایی است که در تقدیر ما هست لکن او در علم غیب الله هست، ما نمیفهمیم. پس در آن چیزی که ما و شما علم داریم از او استفاده میکنیم. در تقدیر الله چشم نوشته کرده، از چشم استفاده میکنم. در تقدیر حواس نوشته کرده، از حواس استفاده میکنم. در تقدیر ما عقل نوشته کرده، از عقل خود استفاده میکنم. در تقدیر ما مثلا علم نوشته کرده، از علم استفاده میکنیم. در تقدیر ما قرآن نوشته کرده، از قرآن استفاده میکنیم. در تقدیر ما پیغمبر نوشته کرده، پیغمبر صلی الله علیه و استفاده میکنیم. در تقدیر ما احادیث است، از او استفاده میکنیم. اینی چیزا کلش در تقدیر ماست. اگر حالا ما از قرآن استفاده میکنیم، از سنت استفاده میکنیم، از عقل خود استفاده میکنیم، حس خود استفاده میکنیم، این در تقدیر ماست، مخالف تقدیر نیست. بعضی چیزهای دیگه که در تقدیر ما نوشته هست ما نمیفهمیم، او در علم غیب الله هست، در او ما مداخله نمیکنیم. چرا؟ در غیب مداخله کردن سبب غضب رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. یا بعضی صحابه خیلی در مسائل غیبی گپ میزدن، رسول الله صلی الله علیه و سلم تغییر کرد، خفه شد، گفت شما باید این مسئله گپ نزنید. فهمیدین یا نه؟ پس او چیزایی که در غیب الله هست او پیش الله هست. و الله متعال میگه که یمحو الله ما یشاء و یثبت، چیزی را که الله محو میکنه و چیزی را که الله میخواد ثابت میمانه و پیش الله هست. ام الکتاب، صلاحیت و قدرت و کل چیز مربوط به الله هست. و اما نرینک، و اگر نشان بدیم بر تو بعد الذی نعدهم، بعض چیزایی که ما برشان وعده دادیم، او نتوفینک، و یا تو را قبض روح بکنیم، فانما علیک البلاغ، پس یقینا که بالای تو بلاغ است، رساندن حق است. و علینا الحساب، و بر ما چی است؟ حساب گرفتن است. اینه الله متعال میگه که تو که پیغمبر هستی تو که چون محاسبه نکو، حالا از قلب تو، از قلب من، از قلب از رسول الله صلی الله علیه و سلم از قلب کس خبر نداشت، ما هم از قلب کسی خبر نداشتیم. پس به این خاطر الله متعال میگه که فانما علیک البلاغ، وظیفه تو چی است؟ تبلیغ است. حسابش باز پیش ما هست. ما که مردم محاسبه میکنیم. از این خاطر بعضی کسا میخواد دیگر که فلان خوب آدم است، فلان خراب آدم است، فلان اتر آدم است، فلان اتر است. با برادر محاسبه مردم سر تو هست، غم خودت بخون. اولم یرو، آیا ندیدن اینا ان نات الارض، که ما میاریم زمین را، ننقصها که کم میکنیم آن را، من اطرافها، از اطرافش، والله یحکم، و الله حکم میکنه، لا معقب لحکمه، نیست هیچ کسی که رد کنند، تعقیب بکنند، رد بکنند احکام الله را. و هو سریع الحساب، الله متعال بسیار سخت حساب گیرنده است. و قد مکر الذین من قبلهم، یقینا مکر کردند، دسیسه کردند کسایی که قبل از اینا بودند. فلله المکر جمیعا، پس خاص بر الله تمام برنامه ریزی. اینجا مکر به معنای برنامه ریزی هست و برنامه ریزی دو قسم می باشه. یکی برنامه ریزی پاک است که به جلال و عظمت الله شایسته هست،
فهمید؟ یعنی ایره مکر الله میگن. و یکی برنامه ریزی که مخلوقات بیدین میکنن که او باز مربوط به بیدین ها میشن. الله متعال میگه فلله، پس خاص برای الله هست المکر و برنامه ریزی و تدبیر کردن که به جلال و عظمت الله شایسته از جمیعا تمامی. یعلم و میداند ما تکسب و آنچه را که کسب میکند کل نفس هر نفس و سیعلم الکفار دود است که بدانند کافران لمن عقبت دار که عاقبت سرای که جنت است یا دوزخ ای بر کی هست. باز میفهمن که عاقبت سرای بر کی چی هست. و یقول الذین کفروا و میگن کسایی که کافر شدن لست مرسلان تو پیغمبر نیستی. قل کفا بالله شهیدا، بگو همه کافی هست که الله متعال مرا میگن که تو رسول ما هستی، شاهد ما الله کافی هست. قل بگو برشان کفا کافی از بالله به الله شهیدن بینی و بینکم که شاهد از بین من و شما و من عنده علم الکتاب و کسی که نزد علم کتاب است. کسایی که واقعا کتاب تورات و انجیل یاد دارن کلشان شاهد هستند و میفهمن که من پیغمبر الله هستم. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا الله استغفرك و اتوب الیک.